شامگاه دوشنبه 26 خرداد 1404 تو بحران که هستیم بماند. یکی دیگر نشستای خردسرای زربان رو داریم. خدمت دکتر مازیار اصفهانیان عزیزمون هستیم. عنوان نشست هست زیرساخت‌های علمی و ریاضی هوش مصنوعی و نسبت آن با آگاهی انسانی و حیات. مازیار هم یه دکترای ریاضیات از دانشگاه پلی‌تکنیک تورینو ایتالیا داره. مدرس دانشگاه سیستم بلوچستان است، زاهدان الان، و محقق در حوزه رویکردهای ریاضی به آگاهی، حیات و هوش مصنوعی. حالا رویه نشستم اینجوری که حدوداً 40-45 دقیقه رو فکر کنم مازیار دیگه خودش صلاح میدونه ارائه رو داشته باشم و بعدم 10-15 دقیقه رو پرسش و پاسخ. و اینکه باز مازیار حالا از خودت هم باز خواستی که ابتدای یا اواسط نشست هر جوری که صلاح دیدی معرفی بیشتری داشته باش. من فقط تیتروار گفتم. هستیم خدمت. خیلی ممنون رامی جان. در خدمتتون هستم. عرض سلام و درود خدمت مخاطبان گرامی، هموطنان عزیزم هر جای کشور و یا خارج کشور که هستن. امیدوارم که بتونیم همون چیزی که مصداق تمدن راه‌ها، به قول دکتر شروین وکیلی کتابی که دارن، ایران تمدن راه‌ها، راه برون رفت از این وضعیت جنگی کنونی رو هم پیدا کنیم و بازم در واقع راه پیروزی رو پیدا کنیم و انشالله بتونیم به یه صلح پایداری برسیم تو کشورمون. من معرفی که آقای راز زحمت کشیدن، من فقط یه کوچیک خدمتتون بگم از پیشینه خودم که فکر میکنم شاید کمک کنه به بحثی که دارم انجام میدم. شما ببینید از چه منظری من به موضوعات نگاه میکنم. خب من لیسانس و فوق لیسانسمو در واقع ریاضیات خوندم و ایران بودم و برای دکترا رفتم ایتالیا و اونجا اصرار زیادی داشتم که روی بحث در واقع ریاضیات آگاهی یا مدل بندی ریاضی آگاهی کار کنم و البته خب این خیلی مشکل بود. نزدیکترین چیزی که بهش پیدا کردم نظریه اطلاعات کوانتومی بود که از منظر ریاضی بهش نگاه کردم و علاقه اصلیم این بود که به مسئله آگاهی یا کانشسنس بپردازم و بعد خب در ادامه مسیرم فهمیدم که باید در مورد هوش مصنوعی هم مطالعه کنم تا بتونم در واقع وجه تشابه و تمایز این دوتا مقوله رو از هم تشخیص بدم و بتونم در واقع ریسرچ خودم، تحقیق خودم رو کامل کنم. امشب در خدمت شما هستم. سعی میکنم توی پرزنتیشن کوتاهی که داریم در واقع مباحثی رو براتون مطرح کنم که تو این زمان کم و اندک میشه مطرح کرد و هر کدوم از مباحث در واقع میتونن سوژه چند تا نشست باشن. در ادامه اگر علاقه‌ای بود ما اونها رو پیگیری میکنیم انشالله. خیلی خب، من بحثمو شروع میکنم با یه ترمینولوژی مختصر. ببینید توی ادبیات بحث هوش مصنوعی و آگاهی دو تا کلیدواژه خیلی مهم هست که اینا رو باید بشناسیم و من از قصد کلمات انگلیسیشو آوردم برای اینکه خب بیشتر بحث هایی که تو این حوزه انجام میشه در واقع حالا متاسفانه یا هر جوری که بگیریم، طبیعی بگیریمش، به زبان انگلیسی هستش و البته این واژه ها ترجمه هایی دارن، اما من همینجا فیکس میکنم که منظورم از کانشسنس چیه، منظورم از اینتلیجنس چیه. ببینید کانشسنس رو ما معادل آگاهی بگیریم در زبان فارسی خودمون و این رو تمایز بدیم از چیزی به عنوان دانایی، هوشمندی و یا خردورزی. ببینید آگاهی رو اگر بخوام بهتون یک تعریف ساده ازش بدم که بتونیم به شکل علمی به موضوع نگاه کنیم، در واقع باید بگم آگاهی یا کانشسنس دو تا مؤلفه اصلی داره. مؤلفه های اصلی کانشسنس یکی در واقع اراده آزاد یا فری ویل هستش و قسمت پسیوش یا قسمت در واقع منفعلش بحث کوالیا یا تجربه اول شخص از یک پدیده یا فنومن هستش. ببینید با چند تا مثال من این بحث رو در واقع یه محیطی قرار گرفتید مثل محیطی که الان من داخلش هستم.
نور اتاق رو حس میکنید، دمای هوا رو حس میکنید، در واقع رنگ ها رو میبینید و صدای منو میشنوید. ببینید این تجربه اول شخص شما از اتفاقی که داره پیرامونتون میفته. به این در اصطلاح فنی مباحث آگاهی و هوش مصنوعی یا در واقع هوش مصنوعی جنرال AGI، به این پدیده، به این مشخصه آگاهی به عنوان کوالیا ازش صحبت میکنیم و تجربه اول شخص. یکی از مهمترین مباحث توضیح، در واقع مباحثی که باید در مورد آگاهی توضیح راجبش بدیم، بحث کوالیا هست که در ادامه بحث متوجه میشید که چه نقش اساسی در هوش مصنوعی و در واقع دیولپمنت و توسعه بحث هوش مصنوعی خواهد داشت. اما مقصودمون از هوشمندی اینجا چیه یا اینتلیجنس چیه؟ خب ما واژه هوش رو براش انتخاب میکنیم و حالا در واقع هوش مصنوعی به نوعی از هوش اشاره میکنه که طبیعی نیست دیگه، در واقع به نوعی طراحی شده. اما هوش رو ما اینجا در واقع توانایی تشخیص، ردبندی و درک مسائل و حل اونها تعریف میکنیم. پس آگاهی خصیصه بسیار بنیادی تر نسبت به چیزی که ما به عنوان هوشمندی میشناسیم. منظورم اینه که هر موجود آگاهی، در واقع هر موجود هوشمندی اول باید آگاه باشه به محیط خودش، با این تعریف از آگاهی که بهتون میگم. اما لزوما تو بحث هوش مصنوعی ما این نوع آگاهی رو نخواهیم داشت که حالا علتاش رو کم کم توضیح میدم و در واقع مرزهای دانش تا اونجایی که پیش رفتن و ممکنه در واقع یه روز این بحث رو محقق کنن که یک هوش مصنوعی آیا به آگاهی انسانی، به سطحی از آگاهی انسانی میرسه یا نه، من خدمتتون مطالبی رو عرض میکنم. یکی از سوالهای معروف اینه که خب در واقع مبدأ آگاهی انسانی چی هستش؟ ببینید حالا جلوتر دوباره راجع به این مسئله برمیگردم صحبت میکنم. فعلا اجالتا میخوام این موضوع رو داشته باشید که ببینید اگر با موضع تکامل داروینی به مسائل نگاه کنیم، خب نوع هوموساپینس در واقع با اون توسعه‌ای که تو مغزش قسمت پیشانی و کورتکس پریفرانتال داشت، در واقع مجهز به خصیصه‌ای به نام آگاهی شده و در واقع ما به نوعی تمدن رو حاصل از نوعی اندیشه آگاهانه و در واقع معطوف به خودآگاهی میدونیم. البته این بحث بسیار پیچیده و سنگینیه که تو این جلسه من نمیخوام بهش بپردازم و البته حرفای بسیار زیادی اونجا برای زدن هستش. من بحثم رو خب فکر میکنم ترمینولوژی رو به اندازه کافی توضیح دادم. من بحثم رو میخوام پی بگیرم با مفهوم فهمیدن و اینکه آیا ما منظورمون از فهمیدن چیه به طور دقیق. من چند تا مثال ریاضی آوردم که ممکنه براتون جالب باشه و به ما نشون بده که در واقع فهم ما از کلمه درک کردن، understanding یا فهمیدن، واقعا اونقدر که فکر میکنیم بدیهی و واضح نیست. مثال اول رو نگاه کنید. مثال اول یک سری ساده ریاضی رو نشون میده که در واقع هر کسی که به قول معروف یک پایه ساده‌ای در ریاضیات داشته باشه و یک عقل سلیم، حالا این کلمه عقل سلیم رو دارم خیلی انتخابی به کار میبرم، احساس میکنه که این سری واگرا به بی‌نهایت دیگه، یه تعداد عدد طبیعی دارن با هم جمع میشن و قاعدتا حاصل نباید یک عدد باشه، باید به بی‌نهایت این سری در واقع میل کنه. اما چیز جالبی که وجود داره، یه ریاضیدان هندی به نام راماناجان در واقع روشی از جمع زدن اعداد طبیعی رو تعریف کرد سالها پیش، حدود 70-80 سال پیش، که در واقع منجر به این مجموع عجیبی که شما میبینید شد که یه تعداد عدد طبیعی با هم جمع میشن و نتیجه نه تنها بی‌نهایت عدد طبیعی دارن با هم جمع میشن، نتیجه نه تنها بی‌نهایت نیست بلکه یک عدد منفی کسری مشخص به عنوان منهای 1/12 است. خب اینو همینجا بهتون بگم که میتونید سرچ کنید توی در واقع اینترنت، ببینید مطالبی که راجع این موضوع هست و تو کتاب‌های مربوط به تابع زتای ریمان هم میتونید این مسئله رو چک بکنید. ببینید این روشی از جمع‌بندی اعداد با همی که راماناجان خلق کرد
و در واقع البته اون خودش از این موضوع یه بحث صرفا ریاضی رو داشت پی می‌گرفت، ولی درک ما رو از مفاهیم ساده ریاضی به چالش کشید که چجوری همچین سری واگرایی میتونه تبدیل به این عدد بشه. جالبه براتون بگم که این موضوع نه تنها در یک سیستم اصل موضوعی ریاضی که حالا سعی میکنم توضیح بدم چیه در واقع درست هستش، بلکه در نظریه ریسمان استرینگ تئوری به عنوان یک ابزار خیلی مهم و پیچیده به کار گرفته میشه این جمع‌بندی متناهی از یک سری نامتناهی. مسئله دومی که میخوام بهش اشاره کنم قضیه آخر فرما. ببینید فرما یه ریاضیدان فرانسوی بود که زمان خودش یک قضیه ای رو مطرح کرد که خیلی صورت ساده ای داره و در واقع صورتش به سادگی اینه که اگر x و x به توان n یا x یه عدد طبیعی باشه، این x در واقع یه عدد صحیح باشه، x به توان n به اضافه y به توان n برابر z به توان n خواهد. صورت این مسئله خیلی ساده بود ولی اثبات این هرگز انجام نشد. 250 سال طول کشید تا اندرو وایلز در واقع یه ریاضیدان آمریکایی 1995 بعد از 7 سال تلاش تونست این قضیه رو در 150 صفحه اثبات کنه. ببینید یه چیز جالبی راجع به مفهوم در واقع واژه فهم یا درک اینجا برای ما پیش میاد. قضیه که اندرو وایلز 150 صفحه با استفاده از هندسه جبری اومد در نظریه اعداد اثبات کرد، یه اثباتی بود که زمان خودش بیشتر از 7-8 نفر نتونستن اونو اعتبار سنجی کنن. یعنی این همه ریاضیدان شما فرض کنید توی جهان وجود داره، 7-8 نفر بودن که تونستن این اثبات رو بخونن و فهم کنن. میخوام اینو بهتون بگم که در واقع ما درک درستی از فهمیدن نداریم و حالا که با هوش مصنوعی روبرو میشیم در واقع یک دریچه‌ای رو به ما باز میکنه که ببینیم ما اساساً خودمون فهمیدنمون به چه شکل رخ میده. ما به ازای اینکه ما بفهمیم چقدر فهمیدن رو در واقع به شکل علمی بتونیم توضیح بدیم، به همون اندازه بحث‌های هوش مصنوعی پیشرفت خواهند کرد. بحث سومی که مثال براتون دارم یک حدسیه به نام ABC کانجکچر که مهم نیست من صورتش رو بگم، نمیخواستم فرمول زیاد باشه اینا رو حذف کردم، ولی یک بحث خیلی ساده نظریه اعدادیه. مهمش اینه که این مسئله سالهاست که مسئله بازه، اما یه ریاضیدان ژاپنی به نام موچیزوکی سال 2012 یک نظریه‌ای به نام اینتر یونیورسال تکمیلر تئوری رو در واقع مطرح کرد و طی 250 صفحه هولوش 250 صفحه این قضیه رو اثبات کرد. اما جالب براتون بگم برخلاف قضیه فرما که بالاتر دیدین، هنوز که هنوزه هیچ کس نتونسته اعتبار سنجی کنه این اثبات رو. یعنی هیچ ریاضیدانی نتونسته رد کنه این اثبات رو و هیچ ریاضیدانی نتونسته تایید کنه، برای اینکه اساساً فهم این تئوری ریاضی بسیار مشکله. میبینید من میخوام بگم هم به لحاظ ساختاری مسئله فهمیدن که ارتباط البته عمیقی با مفهوم محاسبه داره، هم به لحاظ ساختاری مشکل داره، هم به صورت تجربی در واقع ما فهمیدیم که درک درستی از توضیح و توصیف فهمیدن نداریم. و مثال آخرم یه مثال آنالیزیه که به صورت ساده اگه بخوام بهتون بگم آره ممکنه براتون خیلی عجیب و در واقع غیر منطقی باشه. برای ما توضیح میده که چجوری میشه یک پرتقال پوست کند، قطعات در واقع پوست رو طور جدیدی ریارنج کرد، کنار هم چید به نحوی که بشه باهاش کره زمین رو پوشش داد، که این واقعا از نظر عقل سلیم یه چیز غلطی به نظر میاد، ولی این قضیه در واقع تارسکی باناخ تئورم یک اثبات کاملا قوی و مشخص داره. خب من یه اشاره کوتاهی به در واقع نظریه‌های آگاهی و فلسفه ذهن میکنم به صورت فهرستوار که اینا رو بدونیم چه تلاش‌هایی تا زمان ما انجام شده. ببینید اول از همه منتالیست ها بودن. منتالیست ها در واقع قائل به این بودن که باید یه دوگان رو تعریف کنیم در مورد آگاهی و به یک جسم بیرونی یا یک موجودیت بیرونی به یک موجودیت بیرونی در واقع اشاره می‌کردن، مثل روح که فرای ماده بود یا ذهن که فرای ماده بود و در واقع باعث پردازش در واقع مغز میشد. و بعد مکتب فیزیکالیسم رو داریم که در فیزیکالیسم و به طور مشخص ترش در متریالیسم
یکی از مهمترین ایده هایی که مطرح شد و جایزه نوبل 1972 رو برد در واقع نظریه جرالد ادلمن در مورد آگاهی بود که در واقع آگاهی رو مربوط می‌کرد به بخشی از ساختارهای مغز، به طور مشخص رتیکولار فورمیشن، و توضیح میداد که در واقع آگاهی داره در مغز ما جنریت میشد و این یه توضیح بنیادی بود در واقع در زمان خودش که به نحوی روش علمی رو به سمت متریالیستی در واقع تغییر داد و خب البته ما میدونیم که وقتی بحث ها در علم به سمت متریالیسم برن رسیده که پذیریشون بیشتر میشه. اما من همینجا لازم اشاره کنم، من موضعم چیزی که دارم خدمتتون ارائه میکنم به عنوان یک حالا دکترای ریاضی یا ریاضیدان اگه بتونم به خودم بگم، این هستش که من متریالیسم رو در واقع انتخاب نمی کنم به عنوان انتخاب فلسفی. چیزی رو دارم به عنوان پوزیتیویسم منطقی از نوع اثباتگرایی ریاضی پوپری که حالا در واقع اگه بخواید مدلش رو ببینید کتابای پوپر میتونید ببینید و همچنین تو کتابای استیون هاکینگ این اپروچ فلسفی رو میتونید دنبال کنید. خب بعد از متریالیست‌ها در واقع متریالیست‌های حذف‌گرا بودن مثل دیوید هیوم، چرچلند و دنیل دنت که هنوز در واقع فعالیت میکنه و اینها که من به شخص اصلا بهشون علاقه ندارم، دلایل علمی دارم، اینها در واقع احساسات ما رو و بخشی از کوالیای ما رو، بخش عمده‌ای از کوالیا و اراده آزاد ما رو به توهم نسبت میدن و در واقع یه نوعی حذفش میکنن. در واقع اینها احساسات انسانی ما رو حاصل خطاهای محاسباتی مغز میدونن و این نظریه‌ها به هر حال یک جریان بزرگی از نظریه‌ها مربوط به آگاهی، نمیشه نادیده گرفتشون، بالاخره یه مکتبیه، یک اسکول خاص خودش. مکتب پنسایکیزم ما داریم که در واقع آگاهی رو درجه بندی میکنه و به تمام ذرات عالم در واقع میاد این آگاهی رو به صورت یک پدیده در واقع سلسله مراتبی به تمام موجودات عالم از ریزذره‌ها و جهان اتمیک و ساب اتمیک تا جهان ماکروسکوپیک و انسان و حیوانات و گیاهان میاد در واقع به صورت سلسله مراتبی آگاهی رو برای همه اینا لحاظ میکنه. البته یه جریان دیگه هم فلاسفه در واقع ذهن هستند که مثل دیوید چالمرز که در واقع میان بحث hard problem of consciousness رو مطرح میکنن و اینکه چجوری در واقع خودآگاهی ما آیا میتونه منجر به بحث اختیار بشه یا نه. نمیدونم دیدید، خود دکتر وکیلی چند وقت پیش کتابی از ساپولسکی رو فکر میکنم داشتن نقد میکردن به نام محتوم، در واقع داشتن توضیح میدادن که دیدگاه جبرگرایانه چقدر میتونه نادرست باشه راجع به کانشسنس یا مقوله آگاهی و حالا ما هم راجع به این صحبت خواهیم کرد اگر البته تایم بهم اجازه بده. خب من یه سری از تئوری های ریاضی در واقع اپروچ به کانشسنس هم خدمتتون لیست کردم که توضیح میدم بهتون. ببینید کانشس ایجنت تئوری رو داریم، سال 2016 توسط دونالد هافمن مطرح شد و این یه نظریه مونوئیستیه که در واقع اطلاعات و آگاهی رو به نوعی اصیل میدونه، مثل اگزیستانسیالیسم که در واقع وجود رو اصیل میدونه. کانشس ایجنت تئوری در واقع یا نظریه نماینده آگاه اگه ترجمهش کنیم در واقع اصالت رو میده به آگاهی و میگه این برخلاف نظریه ادلمن، میگه این مغز ما نیستش که توسط نورون ها آگاهی رو جنریت میکنه، بلکه آگاهی یک عاملی برای تحریک نورون ها برای انجام عملیات نورونی و در واقع محاسباتی هستش. خب این نظریه بسیار چالش برانگیزیه و خیلی مخالف و موافقای خودش رو داره. البته من خودم از طرفدارای این نظریه هستم، البته نه کامل، با در واقع دیدگاه پوزیتیویسمی وقتی نگاش میکنم نظریه قدرتمندی اما نواقصی داره. تو این نظریه من این شانس رو داشتم که با دونالد هافمن توی نوشتن کتاب The Case Against Reality سال فکر میکنم 2017 همکاری کردم و خوشحالم که به هر حال تونستم تو اون پروژه سهیم باشم. اسمم رو در واقع دونالد هافمن توی اکنالجمنت کتابش آورد و بالاخره برای من ارزش زیادی داشت.
نظریه بعدی consciousness as a state of matter توسط مکس تگمارک که مطرح میشه است. من نظریه های مهمتر رو خدمتون دارم عرض میکنم که در واقع آگاهی رو به عنوان یک حالتی از ماده توصیف میکنه. از نظر ریاضی در واقع این نظریه بسیار قدرتمندیه و خیلی قابل به کار بردن در زمینه هوش مصنوعی هستش. نظریه Integrated Information Theory رو داریم توسط جولیو تونونی که البته این نظریه هم یکی از نظریه‌های بسیار قدرتمند هستش و من در ادامه بحثم از مفهوم اطلاعات تجمیع یافته استفاده می‌کنم و در نهایت کوانتوم کانشسنس تئوریز رو داریم که اهم اونا توسط راجر پنروز و استوارت همروف مطرح شدن که میتونن هر کدومشون اینا موضوع یک نشست باشن. خب به بحث کلیدیمون میرسیم. کامپیوتیشن، محاسبه پذیری، محاسبه ناپذیری و در واقع مبدأ هوش مصنوعی. ببینید یه بحث خیلی مهمی اینجا یک سری از ریاضیدانا مطرح میکنن مثل خانم ماتیلدا مارکولی که در واقع میگن که ما باید بتونیم در واقع نسبت آگاهی و هوشمندی رو با شکلگیری تمدن‌ها بررسی کنیم. من فقط این سوال رو مطرح کردم که بدونید سوال بسیار مهمیه تو این قسمت و به تعریف ما از مفهوم کامپیوتیشن واقعا به جدیت نیاز داره که ما کامپیوتیشن رو چی تعریف کنیم و بعد نان کامپیوتابیلیتی رو چجوری در واقع داشته باشیم و بتونیم تشریحش کنیم و مناسبات مربوط به این مفاهیم رو به شکل دقیق تنظیم کنیم. ببینید یه مقاله‌ای رو آلن تورینگ سال 1950 به عنوان در واقع ماشین محاسبه و هوش مطرح کرد. این مقاله بسیار مهمی که به نوعی در واقع از نظر من و خیلی از کسایی که تو هوش مصنوعی کار میکنن مبدأ در واقع هوش مصنوعی اینجاست. بعضیا خب در واقع به افراد متخصص قلب در واقع موضوع رو اگه بخوایم نگاه کنیم، آلن تورینگ 1950 با تعریف محاسبه و یک ماشین محاسبه‌گر به صورت مجرد، به صورت ریاضی، در واقع اولین بار تونست یک کامپیوتر رو به شکل ریاضی توصیف کنه و در همون دوران تورینگ و همکارش چرچ در واقع همزمان و موازی با اینکه داشتن سعی می‌کردن محاسبه رو تعریف کنن، ایده های اولیه هوش مصنوعی رو هم دادن. در واقع اینا فهمیدن که آقا همه چی به این محاسبه برمیگرده و احتمالاً مغزم این شکلی کار میکنه و لذا ما میتونیم در واقع هوش مصنوعی داشته باشیم به این شکل که بتونیم فرآیندهایی که توی مغز برای محاسبه انجام میشه رو ما به شکل تصنعی یا به شکل در واقع صنعتی یک جور دیگه‌ای پیاده سازی کنیم و روی کامپیوترها سوار کنیم. که میخوام بهتون بگم این در واقع مبدأ اصلی هوش مصنوعی سال 1950 هستش. اما بحث غیر محاسباتی بودن چیه و در واقع چیزی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم و حالا تو اسلاید بعدی با یک شکل میخوام توضیحش بدم. فقط اینجا ببینید که من میخوام راجع به قضیه ناتمامی گودل و آینچتون پرابلم صحبت کنم که پیوند بسیار عمیقی با هوش مصنوعی داره و حدود ثغور اون رو برامون مشخص میکنه. ببینید من تو این اسلاید یه صفحه شطرنج رو براتون گذاشتم. این شکل رو من از کتاب سایه های ذهن نوشته راجر پنروز برداشتم. ببینید این شکل یک پوزیشن شطرنج رو داره به ما نشون میده که حالا ممکنه یکی بگه که این پوزیشن خیلی نامحتمله که رخ بده. میخوام یه پوزیشن در واقع که میخواد به ما نشون بده محاسبه پذیری و محاسبه ناپذیری چی هستش. ببینید این پوزیشن رو به هوش مصنوعی در واقع موتور شطرنج دیپ تاوت دادن و این موتور در واقع شطرنج اشتباه بزرگی کرد. نوبت سفیده در واقع تو این شکل برای اینکه حرکت کنه. ببینید هر آدمی که فقط قوانین ابتدایی شطرنج رو بدونه، لزومی نیست یک شطرنج باز حرفه‌ای باشه، میدونه که سفید این فرصت رو داره که بدون اینکه سربازش رو حرکت بده با حرکت کردن تکراری شاه این بازی رو به تساوی بکشونه. یعنی من مطمئنم تمام کسایی که الان دارید این صفحه شطرنج رو میبینید یک کمی دقت کنید میتونید اینو تشخیص بدید که
بهتره که در واقع سفید با سربازشون رخو نزنه. یه چیز جالب براتون بگم اینه که موتور شطرنج دیپتات بلافاصله اون رخ رو زد و در واقع بازی رو باخت. چون اگه نگاه کنید چه اتفاقی میفته وقتی ما اون رخ رو میزنیم به امید اینکه مثلا ببریم اونو وزیرش کنیم، باید حواسمون باشه که اگه شاه یه حرکت بیاد پایین، اون رخ اون در واقع ردیف بالا رو میبنده و ما هرگز نخواهیم تونست در واقع وزیری داشته باشیم و از اون ور راه برای سربازای پیاده های در واقع سیاه باز میشه. ببینید این مسئله خیلی ساده که من و شما به عنوان انسان میگم اگه فقط الفبای اولیه شطرنج رو بدونیم میتونیم تشخیص بدیم با چند ثانیه یا دقیقه فکر کردن. هوش مصنوعی نتونست اینو در واقع انجام بده و رخو زد. ببینید این یه دلیل ریاضی بسیار بزرگ داره، یعنی بزرگ منظورم بسیار مهم داره. این یکی از مثال‌هاییه که نشون میده همه مسائل، همه گزاره‌ها محاسبه پذیر و یا تصمیم پذیر نیستن. این موضوع رو تو ذهنتون داشته باشین. برمیگردم به این قضیه گودل که اینجا نوشتم، میخوام براتون توضیح بدم این چی هستش، ارتباطش با این موضوع چیه. ببینید شما اگه به هندسه و ریاضیات دبیرستانیتون برگردید فکر کنید، مثلا هندسه اقلیدوسی، یادتون بیاد یه سری اصول ساده اون اول داشت، مثلا مثل اینکه از هر دو نقطه فقط یک خط راست میگذره، به هر مرکزی و به هر شعاعی دایره وجود داره، زاویه های قائمه بر هم منطبقن و قصه العاده 5 تا در واقع اصل موضوع داشت. اصل موضوع آخر که میگه از یک نقطه خارج از یک خط یک و فقط یک خط میتوان به موازات آن رسم کرد. این موضوع بحث طولانی ریاضیدان‌های زمان خودش بوده و یه خانواده‌ای به نام خانواده بویویی، پدر و پسر عمرشون رو میگذارن که این اصل پنجم رو از اون 4 اصل قبلی نتیجه بگیرن و هرگز نمیتونن این کار رو انجام بدن. و جالبه براتون بگم که فقط چند سال بعد در واقع لباچوفسکی و ریمان، 2 تا ریاضیدان، هر کدومشون به نوعی این اصل رو گذاشتن کنار و هندسه های جدیدی آفریدن که بهشون میگیم هندسه های نااقلیدوسی. این مثال بهترین مثالی که میتونم بهتون نشون بدم. ببینید تخیله که در واقع خیلی جاها نیروی محرکه ریاضیه و نه لزوما استدلال منطقی. ببینید ریمان اصلا منطقی فکر نکرد که اومد فکر کرد از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی نمیتوان به موازات آن رسم کرد و هندسه ریمانی رو به وجود آورد. و لباچوفسکی هیچ منطقی رو دنبال نکرد که بگه از یک نقطه خارج از یک خط بی نهایت خط میتوان به موازات آن خط رسم کرد. در واقع اینا یه اصل موضوع رو گذاشتن کنار. ببینید اصل موضوع ها در ریاضیات در واقع اون باورهای اصیل ما هستن که ما اونا رو به دلایلی که بدیهی میپنداریم در واقع قبول میکنیم و از این نظر ریاضیات واقعا دانش یا علم قدرتمندیه، چرا که واقعا بی‌نظیره تو این داستان، میتونه پایبند بمونه به اصل موضوعهاش و رسیدگی پذیری بسیار بالایی داره. خب اما همونطور که گفتم میشه اصل موضوعها رو عوض کرد و هندسه ها، حساب ها، جبر ها و ساختارهای مختلف ریاضی متفاوتی از هم رو در واقع معرفی کرد. اینو تو ذهنتون داشته باشید. من میخوام قضیه ناتمامی گودل رو براتون توضیح بدم. این مثالم تو ذهنتون داشته باشید که چی هستش. گودل یه قضیه به نام قضیه ناتمامی اثبات کرد در ریاضیات و نشون داد که شما هر سیستم آکسیوماتیک یا اصل موضوعی، مثل همین اصول هندسی اقلیدوسی که الان خدمتتون گفتم، هر سیستم آکسیوماتیک یا اصل موضوعی ریاضی که در نظر بگیری حداقل یک گزاره تصمیم ناپذیر توش وجود داره. این یعنی چی؟ یعنی یک گزاره‌ای که مثل اصل پنجم اقلیدوس نمیتونی بگی درسته، نمیتونی بگی غلطه، فقط انتخاب توئه که بپذیریش یا نپذیریش. اگر کسی مبانی ریاضی آشنایی داشته باشه، مثلا اصل انتخاب توی مبانی ریاضیات، بنیادهای ریاضی از چنین مسائلی که در واقع شما یا میتونی بپذیریش یا میتونی بگذاریش کنار و اثباتی برای اکسیوم آف چویس یا اصل انتخاب وجود نداره، بلکه اثبات میشه که این گزاره تصمیم ناپذیره. این کلیدواژه خیلی مهمه برای بحثم توی هوش مصنوعی. ببینید همه چیز
در بحث محاسبه به تصمیم پذیری یا محاسبه پذیری و محاسبه ناپذیری گزاره ها برمیگرده و اینجا جاییه که در واقع آگاهی انسانی تفاوت اصلیش با هوش مصنوعی مشخص میشه و البته من توضیح میدم چجوری ممکنه در آینده این گپ پوشیده بشه، چجوری ممکنه ها به صورت پتانسیل و در واقع هوش مصنوعی به آگاهی انسانی برسه. این بحثایی که کردیم رو تو ذهن داشته باشید. من چون وقتم خیلی کمه احساس میکنم که باید سریعتر پیش برم. ببینید یه شمای کلی از این که این ماشین چجوری یاد میگیره رو میخوام خدمتتون بگم. ببینید 3 روش عمده وجود داره برای کامپیوترها برای اینکه بتونن یادگیری داشته باشن. یکی از روش‌ها، میگم روش‌ها فقط اینا نیستن ها، یکی از 3 روش عمده، در واقع 3 روشی که در واقع کلیتی رو دارن. یادگیری هدایت شده هستش یا سوپروایزد لرنینگ که مثال سادهش کلاسیفیکیشن تاسکه. مثلا شما اسپم ایمیلاتو اگه چک کنی مثلا میبینی که یه سری در واقع ایمیل‌ها دارن اسپم میشن و یه سری ایمیل‌ها اسپم نمیشن. یهوداری میبینی یه ایمیلی که باید بهت میرسیده اشتباها رفته تو اسپم. ببینید این تاسک که مثلا موتور جیمیل شما تصمیم بگیره چه ایمیلی اسپم هست چه ایمیلی اسپم نیست، یک کلاسیفیکیشن تاسک، یک مصداقی از در واقع یادگیری هدایت شده است. یعنی به نوعی به ماشین، حالا من میگم من قصد ندارم برنامه نویسی هوش مصنوعی یاد بدم، مثلا با پایتون میشه اینا رو اجرا کرد. به نوعی در واقع به موتور جستجوگر نشون میدن که بر مبنای ایمیل‌های قبلی که تا حالا دیدی تصمیم بگیر که هر ایمیل جدیدی که میاد الان اسپم هست یا نیست. و در واقع حالا اینی که من گفتم یه باینری کلاسیفیکیشن تاسک، دوتاییه و رده‌های در واقع با رده‌های بیشتر، مسائل با رده‌های بیشتر هم وجود دارن. در یادگیری هدایت نشده برخلاف یادگیری هدایت شده در واقع خروجی‌های شما از قبل مشخص نیستن. شما یه سری داده رو داری می‌بینی و ماشین رو در واقع منظورمه داره این سری داده رو می‌بینه و باید تصمیم بگیری که اینا تو کدوم در واقع شاخه قرار می‌گیرن و اینا رو به اصطلاح کلاستر می‌کنه، خوشه‌بندی می‌کنه. و البته تو این قسمت در واقع کامپرسینگ دیتا یا در واقع کم کردن حجم دیتا هم میتونه صورت بگیره. روش سوم و عمده یادگیری ماشین که قلب تپنده در واقع هوش مصنوعی هستش، بحث یادگیری تعاملی هستش که مثلا این چس انجینایی که من الان راجع بهشون صحبت کردم، موتورهای شطرنج، از این نوع یادگیری در واقع با تعامل با محیطشون که حالا مثلا در این مثال خاص این کسی که داره شطرنج باش بازی میکنه هستن. از خدمت شما که ببینید این روش‌های یادگیری که من براتون در واقع مطرح کردم همشون یه جایی به اون قید قضیه ناتمامی گودل میخورن. چرا؟ چون با مسائلی روبرو میشه هوش مصنوعی در آینده که این مسائل اصلا از نوع مسائل محاسبه پذیر نیستند و باید بتونه اونها رو حل کنه. از این مسائل زیاد تو ریاضیات وجود داره و از اون بیشتر در خود وجود ما به عنوان انسان. ببینید ما میتونیم رنج رو تجربه کنیم، لذت رو تجربه کنیم و در واقع همه اینا برای ما معناداره و تجربه اول شخصه. یه ذره مانور بدم رو این تجربه اول شخص. شما فرض کنید که شما مثلا برای اولین بار رنگ آبی، یه چیز آبی رنگ رو بهتون نشون میدن، شما میبینید و بلافاصله این تصویر آبی رو متوجه میشی. حالا کلی بحث داره که بحثای کوررنگی رو بذاریم کنار. شما لازم نداری فرکانس یا بسامد رنگ آبی رو بدونی. بدون اینکه چیزی از این بدونی میتونی رنگ آبی رو به عنوان تجربه اول شخص ادراک کنی. ولی یک ماشین ممکنه فرکانس دقیق رنگ آبی رو در طیف‌های مختلفش هم بدونه ولی نمیتونه تجربه اول شخصی از مفهوم رنگ آبی داشته باشه. پس یکی از مهمترین چالش‌هایی که برای هوش مصنوعی در آینده به وجود میاد اینه که چطور هوش مصنوعی میتونه تجربه اول شخص یا کوالیا داشته باشه. و خب یکی از محرزترین چیزهایی که نیاز داره حافظه بلند مدت و حافظه اپیزودیک هستش. یعنی باید بتونه در واقع توی لحظه در مکان و زمان از حافظه خودش استفاده کنه و مفاهیم رو به خاطر بسپاره و این تجمیع حافظه در واقع نوعی از
کوالیا رو میتونه براش رقم بزنه. از خدمت شما که خب این یکی از چالش‌های مهم هوش مصنوعی که خدمتتون گفتم. تو بحث بعدیم که خیلی بحث در واقع تخصصی است و نمیخوام خیلی روش مانور بدم، باید خدمتتون بگم که الان در جهان ریسرچ هوش مصنوعی و ریاضیات تئوریای بسیار عمیقی داره مطرح میشه. تئوریایی که در واقع این تئوریا هستند که روش‌های یادگیری رو مثلا تو اون سه تا کاتگوری که دیدین و حتی بیشتر ابداع میکنن. در واقع این کار اصلی ریاضیدان‌ها هستش که بتونن این روش‌های یادگیری رو ردبندی کنن و روش‌های جدید رو اضافه کنن و حدود ثغور هر روشی رو از قبل تعیین کنن. من یه اصطلاح تخصصی رو این بالا نوشتم، Categorical and Homotopy Theoretic Models of Neural Information Networks، که در واقع بحث یک مقوله‌ای در ریاضیات هست به نام نظریه رسته‌ها یا کاتگوری تئوری و نظریه مانستجایی یا همون هوموتوپی که بحث‌های سنگین ریاضی هستن، نمیخوام به اونا بپردازم، ولی میخوام بهتون بگم که مثلا اگر خواستید دنبال کنید ببینید که هوش مصنوعی به چه شکل داره ابزارهای یادگیریش پیشرفت میکنه، باید سراغ چنین مباحثی برید و البته کتاب‌های خوبی هم در مورد این مسائل نوشته شده. اما اگر بخواید واقعا مسائل سرحد دانش رو در واقع تو این موضوع پیگیری کنید، مثلا باید کارهای آدمایی مثل ماتیلدا مارکولی یا در واقع پیر بادوت رو دنبال کنید که اینا از سردمداران در بحث‌های نظری هوش مصنوعی هستن. من اینجا نمیخوام زیاد ایست کنم برای اینکه احساس میکنم واقعا وقتم کمه و یه وقتی هم برای سوالا بذارم. میخوام بهتون بگم که Integrated Information Theory که قبلا جولیو تونونی مطرح کرد به شکل زیبایی توسط نظریه رسته‌ها اینجا مدل بندی میشه و بسیار گزاره‌های متقنی رو میشه راجع به حدود و ثغور هوش مصنوعی و روش‌های یادگیری اینجا بررسی کرد و راه‌های اینکه چجوری ممکنه ما بتونیم به این روش‌ها به این مشکلات غلبه کنیم و هوش مصنوعی رو به آگاهی انسانی نزدیک‌تر کنیم. من فقط تو این قسمت آخر به این بپردازم که چجوری ممکنه یه روزی هوش مصنوعی به آگاهی انسانی برسه. ببینید تا اونجایی که من تو این 15-20 سالی که وقت و عمرم رو گذاشتم در مطالعه در واقع نظریه‌های آگاهی و هوش مصنوعی با اپروچ ریاضی، به این نتیجه رسیدم که اگر بخواد دری به سمت هوش مصنوعی برای رسیدن به آگاهی انسانی باز شه، اون در واقع از مسیر آگاهی کوانتومی یا کوانتوم کانشسنس و کوانتوم اینفورمیشن تئوری هستش و در نهایت اینا منجر میشن به رشد یه شاخه جدیدی از ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی به نام کوانتوم ماشین لرنینگ اند کوانتوم ای آی. یکی از بنیانگذارا و پیشروان در واقع کوانتوم ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین کوانتومی یا یادگیری کوانتومی ماشین ها شاید بهتر باشه، ست لوید دانشگاه MIT است. کارهای ست لوید رو اگه بخواید دنبال کنید خیلی کارهای قوی و درخشانی داره در این زمینه انجام میده. ببینید این بحث برمیگرده در واقع جایی که میتونم برگردم راجع به اون بحث اختیار یا اراده آزاد به عنوان یکی از مؤلفه‌های آگاهی حرف بزنم. همونطور که دکتر وکیلی عزیز تو نقد کتاب محتوم ساپوس که داشتن میگفتن، واقعا این که ما بخوایم انسان رو براش اختیار قائل نباشیم و بگیم انسان فقط صرفاً داره یک سری کارهای پیش بینی پذیر انجام میده، اگر بخوایم که این نظریه رو بپذیریم در واقع داریم آگاهی یه بخشی از آگاهی خودمون که اراده آزاد هست و بخش فعال آگاهی خودمون رو داریم منکر میشیم. اما اگر نخوایم این کارو بکنیم و بخوایم چیزی که طبیعتمون داره به اون میگه که ما مختار هستیم تا حدود زیادی در انتخاب هامون، این رو به صورت فرمالیسم علمی و ریاضی در بیاریم، باید سعی کنیم اینجاها جستجو کنیم. مثلا مثل کوانتوم کانشسنس که راجر پنروز اینو مطرح کرده و ادعا میکنه که آگاهی در یک زیرساخت‌هایی از نورون‌ها به جای اینکه خود نورون‌ها در واقع منشأ آگاهی باشن، آگاهی در یک سری زیرساخت‌های نورون‌ها به عنوان در واقع به اسم خاص مایکروتوبول‌ها داره اونجا شکل میگیره و ویژگیشون اینه که این زیرساخت‌های نورون‌ها در اسکیل
در مقیاس زیر اتمی هستن و جایی که مکانیک کوانتومی کار میکنه، جهانی که با مکانیک کوانتومی توصیف میشه و در واقع از قواعد مکانیک کلاسیک پیروی نمیکنه. ببینید اگه یه روزی بخواد هوش مصنوعی به آگاهی انسانی دست پیدا کنه، به نظر من اول باید کوانتوم ماشین لرنینگ رشد کنه و کوانتوم کامپیوترها شکل بگیرن و پس از اینکه کوانتوم کامپیوترها شکل گرفتن و الگوریتم‌های کوانتومی حل مسائل شکل گرفتن، به نظر من آگاهی هوش مصنوعی خیلی خیلی به آگاهی انسانی نزدیک میشه و چیزی که ما میتونیم بهش بگیم موجود زنده از دید در واقع نظریه اطلاعات دارم خدمتتون میگم، در واقع برمیگرده. البته میگم این اپروچ مقدار همون مکتب پنسایکیزم هم در خودش داره، اینکه ما درجه بندی کنیم آگاهی رو و به هر موجودی درجه ای از آگاهی رو نسبت بدیم. این بحثا یک بچه اشتراک بسیار عمیقی با بحث‌های هوش مصنوعی و اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه با آگاهی انسانی برسه یا نه داشته باشه. من فکر میکنم وقتم تموم شده دیگه، وقت آزاد میذارم برای سوالای احتمالی. ببخشید که اگر پرزنتیشن یه مقداری دستپاچه بود، واقعیتش تو شرایط جنگی هستیم، خودتون میدونید احتمالاً که چقدر مشکلات مختلفی در زمین است. ممنونم از توجهتون. زنده باش. اختیار داریم. ممنون از توضیحات و ارائهات، خیلی عالی بود. دوستان آره بیاید وارد بحث بش، در کسی خواست همون دست رو بزنه. من میتونم شعر رو خاموش کنم دیگه، هر جور راحتی. آره اگر بچه ها روش سوالی ندارن فکر کنم میخوای بمونه یا ببندی؟ نگرش میدارم. همینجوری به صورت کوچیک نگرش میدارم. حالا دکتر عباس سوری هم هست، اون خودش هم هوش مصنوعی اینا رو دیدم. حتما عباس هر جا خودت اومدی بیا لطفاً با مازیار صحبت کنیم، فقط یه خودم بذارید ما هم اختیاره. من فقط مازیار یه پرسشی رو برام توی اون حالا آخر بحث که گفته در مورد کوانتوم یه خورده برام حل شد اون موضوعی که در مورد مثالای ریاضی که داشتی میزدی. فهم من اینجوری شد که با شرایط حال هوش مصنوعی نمیتونه به اون آگاهی انسانی دست پیدا کنه که توی کوانتوم احتمالاً این محقق میشه. و یه چیزی رو گفتی در مورد بحث هاکینگ، یعنی فهمم اینجوری بود که وقتی میره، خودت گفتی یه چیزی رو قبول داشتی که اون نظریه‌ای که هاکینگ مطرح میکنه و این موارد رو حالا حضور ذهن ندارم، یعنی فراموش کردم اون پوزیتیویسم منطقی رو من فکر کنم اونجا گفتم. برای اثباتگرایی ریاضی. آره اون رو اگه یه توضیح مختصر کوچولو بگی، حالا باز بچه‌ام دستشون بالاست، من فقط همین یکم برام مبهم بود، اگر اون رو یه اشاره کلید واژه بدیم مثلا دنبال کنم. حتما. ببینید همونطور که میدونید یکی از ویژگی‌های مهم یک نظریه علمی اینه که رسیدگی پذیر باشه. حالا یه موقع این رسیدگی پذیری مثل فیزیک کلاسیک به صورت تجربیه، یه موقع این رسیدگی پذیری به لحاظ ریاضیه. پوزیتیویسم منطقی با رویکرد ریاضی، در واقع اثباتگرایی ریاضی اگه بخوایم بگیم، در واقع نوعی از پذیرش اثباتگرایی ریاضی در مفاهیم علمیه. مثلا شما از استرینگ تئوری یا نظریه ریسمان ها صحبت میکنید و الان میدونید یه بودجه سنگینی در واقع تو مرکز مطالعات پیشرفته آمریکا دارن به خرج میکنن برای بحث نظریه ریسمان ها که ادوارد ویتن و کامران وفا هموطنمون جزو در واقع پیشروهای مطلب هستن، در حالی که هیچ شواهدی هنوز مبنی بر وجود یه استرینگ وجود نداره. چرا پس ما این رو داریم انجام میدیم؟ این که به نظر رسیدگی پذیر نمیاد. ببینید جایی که ما میدونیم به دلایل علمی دستمون از یه تجربه به مفهوم کلاسیکش کوتاهه، ما در واقع اثباتگرایی ریاضی رو میپذیریم. مثلا انقدر نظریه ریسمان یا حالا مثلا لوپ کوانتوم گراویتی، اینا انقدر نظریه‌های از نظر ریاضی متقنی هستن که میخوام بهتون بگم یعنی در واقع پیشروان علم تصمیم گرفتن که به اینا پوان بدن، هنوز به عنوان علم اینا شناخته میشن و کار کنن. چرا؟ چون در تاریخ علم این سابقه داشته که بعداً دیدیم یه چیزی رو که الان نمیتونیم تجربه کنیم چند سال بعد میتونیم تجربه کنیم. البته اینجا با در واقع لیمیت ها یا حدود علمی هم مواجه هستیم. من در خدمتم، باز اگه سوالی هستش.
اختیار داره. ممنونم از توضیح. دمتون گرم. سلامت باشین. زنده باشی. فرید جان میکروفونت بسته است، بگو لطفا. بله مرسی، ممنونم. سلام، وقتتون بخیر. افت جان سلام، بفرمایید. فرید و من گفتم. افت بگو. فرید باشه بذار من میکروفونش. سب میکنم. آره ممنون میشم. نمیدونم فرید. آره افت جان فرید بود. فرید من صدای آقای فرید رو ندارم. آره منم ندارم. میکروفونش بکنم بسته است. نمیدونم میتونه صحبت کنه. شاید با یه سیستم دیگه. عذرخواهی میکنم، صدای من هست؟ بله الان هست. بله الان میتونیم شما رو بشنویم. سلام و عرض ادب، با تشکر از استاد گرامی. خیلی ممنون، واقعا بهره بردیم، استفاده کرد. خدا خیلی واقعا باعث شد تو این فضای جنگی ذره حواسمون از این اتفاقات روزمره هم پرت بشه. این خیلی هم خوب، من خوشحالم اگه اینجوری شده باشه، واقعا خوشحالم. زنده باشه، خدا حفتتون کنه ان شاء الله. بزرگوارین، سلامت باشید. آقای دکتر جسارتا، من یه سوالی داشتم که این دوتا تیکه اول فرمایشاتون با آخرش رو که به هم دیگه وصل کردم، این سوال تو ذهنم پیش اومد. حضرت علی اومده خب اولش یه تفاوتی در واقع بین کانشسنس و اینتلیجنس در واقع مطرح کردید و اون ضعفی که الان هوش مصنوعی رو داره ناشی از اون کانشسنس دونستین، درسته؟ یکی از مهمترین ضعف‌ها بله همینه. البته توی بحث اگه بخوایم دقیق تر بگیم AGI هستش یا Artificial General Intelligence. وقتی که صحبت از هوش مصنوعی توسعه یافته میشه که البته قلب در واقع تپنده موضوع همینه، ولی به خاطر مشکلات تکنولوژیک فعلا زیاد بهش پرداخته نمیشه. البته پرداخته میشه ها، میخوام بگم یعنی اون حجمه روش اونقدی نیست. آره اگه بخوام یه هوش مصنوعی توسعه یافته داشته باشیم، باید بتونیم یه کاری کنیم که هوش مصنوعی کوالیا رو در واقع داشته باشه یا تجربه اول شخص رو داشته باشه. بسیار عالی. فقط راهکاری که حضرت علی توی اسلاید آخرم فرمودید این بود که از مدل کوانتومی دقیقاً استفاده بشه دیگه، یعنی کوانتوم ای آی بشه. این رو اگر امکانش هست یه ذره در واقع توضیح بیشتری میشه راجبش بدین که ببینیم دقیقاً باید چه اتفاقی بیفته نسبت به روی کردی که الان داره. خیلی ممنونم. حتما سلامت باشید. ببینید من اگه خیلی کوتاه بخوام توضیح بدم، نظریه کوانتومی یه نظریه در واقع یه جور مکانیک تصادفیه، به این معنا که زنجیره علی معلولی توش وجود نداره. خب یعنی همه چیز از قبل مشخص نیست. در واقع حالا یه سری در واقع کتاب‌های معمولی تو مکانیک کوانتومی وقتی میخوان مکانیک کوانتومی رو توضیح بدن ربطش میدن به جهان ساب اتمیک، یعنی زیر اتم. اما واقعیتش اگه مثلا اپروچ نیما حامدارکانی رو دنبال کنید که فیزیکدان خیلی برجسته هستش، ایرانی هم هست، واسه افتخار هممونه، شون میگه که ببینید مکانیک کوانتومی راجع به سیستم‌های ساب اتمیک فقط نیست، راجع به هر سیستمی که بسته باشه، یعنی ناظر نتونه اونو مشاهده کنه، خواه این سیستم در اسکیل یا در مقیاس بزرگ باشه، خواه در مقیاس اتمی باشه. ببینید تو این مکانیک با این اپروچ به جهان جایی برای اراده معطوف به خودآگاهی وجود داره، جایی برای اختیار وجود داره و البته یه چیز مهمتر اینه که مفهوم محاسبه پذیری اینجا یه خورده دست میخوره. ببینید تو فیزیک کلاسیک یا ریاضیات در واقع ریاضیات غیر ساختنی، حالا اگر لازم شد توضیح میدم، ما اینو فیکس میگیریم که مفهوم محاسبه پذیر چیه. اما وقتی که صحبت از الگوریتم‌های کوانتومی بشه، نه همه مسائل باز، اما رده یا کلاس بزرگتری از مسائل تبدیل میشن به مسائل محاسبه پذیر. از این روی که من خدمتتون عرض میکنم که اگه هوش مصنوعی بخواد در واقع آگاهی انسانی رو تجربه کنه، باید شبیه حرف که پنروز میزنه یه جور آگاهی کوانتومی تو شکل بگیره و که خودش در واقع اول باید کوانتوم کامپیوترها به وجود بیان که البته به وجود اومدن ولی هنوز به اندازه کافی بزرگ و قدرتمند نیستن. من در خدمتم اگر توضیح بشه. بسیار خوب، ممنونم. فرید جان توضیح دیگه؟ خیلی ممنونم استاد، خیلی ممنونم. سلامت باشین. سلامت باشین. برگزار کننده زنده باشید. خیلی عالی و مفید درجه. فقط یه خواهشی من میتونم بکنم، اگر
امکانش بود، با توجه به اینکه حالا خود من اینجوری من چون رشته تخصصی خودم حوزه فعالیتیم تو حوزه اقتصاده، ولی خب علاقمند به این موضوع حیات و هوش مصنوعی و این قبیل بحث هستم. اگر برای استاد امکان پذیر بود کتاب‌هایی که تو این زمینه فکر میکنید برای افرادی مثل من که در واقع خیلی هم با این فضا شاید در طول روز اخت نیستن، اگر کتاب‌هایی هم تو این زمینه معرفی کنید و ما بتونیم ازش بهره ببریم که ممنون میشم. حتما یه کوتاهی از من بوده که نتونستم در واقع یه منابع خوب رو در واقع این پایین اسلایدم داشته باشم، واقعیت فراموش کردم. ولی من خودم یه مقاله با 3 ریاضیدان ایتالیایی نوشتم، عنوانش از What is Life. اگه شما اون مقاله رو نگاه کنید، البته اون مقاله همه این مباحث رو توش نمیبینید، اما مباحث مربوط به یک پارچه دیدن حیات در سیستم‌های اقتصادی و سیستم‌های زیستی رو میتونید تو این مقاله دنبال کنید. مقاله جالبیه. از طرف دیگه من چند تا کتاب آورده بودم نشون بدم اینجوری به شکل خیلی بدوی. این یک کتابی از تحت عنوان Information Consciousness Reality. این کتاب واقعا فوق‌العاده است. من زمانی که ایتالیا بودم این کتابو خوندم و با خودم آوردم ایران. کتاب فوق‌العاده انتشارات اشپرینگر اگر ببینید، و تو این کتاب این مباحث به شکل خیلی مبسوطی بحث میشه، بخشی از مباحثی که خدمتتون عرض کردم، و اتفاقا به مباحث اقتصادی و مکاتب مختلف اقتصادی، مثلا اسکول کوپنهاگ و در واقع دیسنترالایز شدن اقتصاد در دوره عصر جدید، راجع به اینا میتونید در موردش مطالعه کنید. کتاب دیگه ای که میتونه خیلی براتون مفید باشه اگر به بحث‌های هوش مصنوعی و آگاهی از دیدگاه ریاضی و از دیدگاه هنر علاقه دارید، البته کتاب خیلی معروفیه، کتاب گودل اشر باخ هستش که برنده جایزه پولیتزر، داگلاس آر هوفشتاتر اینو نوشته، یه ریاضیدان فوق‌العاده قدریه، در واقع دانشمند فوق‌العاده قدریه. و اگه بتونید این کتاب رو بخونید، کتاب واقعا سختیه، اطلاعات بسیار عالی میتونید راجع به این موضوعات پیدا کنید و مخصوصا راجع به قضیه گودل که خدمتتون گفتم. من در خدمتم. خیلی ممنونم، زنده باشید. من دیگه وقت دوستان نگیرم. من در خدمتتم میگم فرید جان. افات جان بگو. سلام، وقتتون بخیر. من ابتدا تشکر کنم. تو این اوضاع من اینقدر اطلاعات عمیق علمی از ایران گرفتم، خیلی خیلی ممنونم. مرسی، زنده باشید و ممنون از دوستان برای این هماهنگی ها، همه دوستان زوربان. من سوالم این هست که شما در مورد کوانتوم ماشین لرنینگ گفتین، اینکه در کیوبیت ها چیزی که حالا من متوجه شدم این هست که بی نهایت حالت رو میتونن داشته باشن، انتخاب به عبارتی، و در نهایت یا 0 میشه یا 1 میشه، یکی از 2 حالت رو میپذیره. چه ارتباطی وجود داره بین این کار کیوبیت ها که حالا توی کوانتوم ماشین لرنینگ ها بیان ازش استفاده کنن و اون اتفاق واقعی که در نورون ها میفته؟ در مغز انسان چه اتفاقی میفته توی اون نورون ها؟ اون تیکه‌ای که میگفتید در مقیاس زیر اتمی بیا مطالعه بشه و حالا لینکش دادید به کوانتوم ماشین. مرسی، ممنونم از شما و ممنون میشم. عذرخواهی میکنم در نهایت من ادامه صحبت آقای فرید عزیز که ممنون میشم اگر رفرنس هایی رو هم بفرمایید. مرسی. چشم، حتما. از خدمت شما که ببینید مکانیک کوانتومی از اون مباحثیه که میگم خود مبدعانش میگن اگر بگی فهمیدمش در واقع نفهمیدیش. چرا این حرفو میزنن؟ نه برای اینکه فرمولیسم ریاضیش خیلی دشواره، نه برای اینکه گزاره‌هایی در واقع در تضاد با مفهومی به نام عقل سلیم داره. ببینید مثلا در مکانیک کوانتومی یک ذره مثل یک پارتیکل مثل مکانیک کلاسیک یک پوزیشن نداره، بلکه همونطور که شما گفتین راجع به کیوبیت، راجع به همه ذرات این درسته، بلکه در یک سوپر پوزیشن یا در یک ابر موقعیت قرار داره. اما ما باید اینو متوجه باشیم که کی در یک ابر موقعیت قرار داره، مادامی که مشاهده نشه. ببینید این نوعی از فیزیکه که ما توش نقش داریم. مکانیک کوانتومی بسیار به ابزرور یا ناظر وابسته است
میگه که شما اگه یک الکترون رو نمیبینی و هیچ ناظر آگاهی اون رو نمیبینه، اون الکترون یک جا نداره، بلکه در یک ابر موقعیت. و واقعا این درسته. چرا؟ چون کار میکنه، به لحاظ ریاضی داره کار میکنه و بر اساسش تکنولوژی ساخته شده. میخوام بهتون بگم خیلی عجیب و غریبه ولی واقعیته. یا مثلا انتنگلمنت یا در همامیختگی کوانتومی که یک پدیده بسیار عجیب غریبه ولی واقعیت داره و الان داره روش تحقیقات انجام میشه. ببینید چرا این برای کوانتوم کامپیوتیشن مهمه. این حالت کیوبیت ها یا کوانتوم بیت ها که در واقع جای بیت ها رو در آینده خواهند گرفت، این حالت که توی در واقع توی ترکیب خطی از حالت 0 و 1 همزمان وجود دارن، بهشون اجازه پردازش موازی میده. واقعا نمیشه از این ساده تر بخوام بگم، یه ابزار ریاضی لازم داره. ولی ببینید موضوع اینه که انگار که یه بیت در لحظه نشونه پردازش یک اطلاعات یا یک فراینده، اما یک کیوبیت میتونه به صورت موازی پردازش رو جلو ببره و سرعت کامپیوترها رو به شدت افزایش میده. و از طرفی در واقع حافظه کامپیوترها رو تعریفش رو عوض میکنه و باز از اون مهمتر مفهوم محاسبه رو عوض میکنه. من اینکه کوانتوم کانشسنس رو گفتم برای اینکه در واقع تنها نظریه‌ای که به نظر من میتونه، البته هنوز به طور کامل تایید نشده این، ولی میتونه نشون بده ما چرا اختیار داریم به شکل علمی و ریاضی. تنها نظریه‌ای که میتونه نشون بده کوانتوم کانشسنس هستش، آگاهی کوانتومی. من نمیخوام نفی کنم بقیه نظریه ها رو، میگم در حد فهم من این اتفاقات کوانتومی نیاز در مغز، در واقع در ساب استراکچرایی در نورون ها که بهش میگیم مایکروتوبول اتفاق بیفته. اینو پنروز و همروف روش کار کردن. در واقع اینا میگن اون ساختارها در اسکیل کوانتومی هستن، مایکروتوبول ها، و با هم انتنگلمنت میکنن بدون اینکه نیاز به ارتباط سینپتیک آکسون دندریتی بین نورونا باشه و میتونن آگاهی جنریت کنن و اون آگاهی که جنریت میشه دیگه قابل پیش بینی نیست. حالا باز اگه میخواید راجع به مسائل بخونید، کتاب Shadows of Mind، سایه های ذهن، نوشته راجر پنروز رو میتونید باز بخونید، خیلی کتاب خوبیه. یا کتاب The Road to the Reality یا جاده‌ای به سمت واقعیت، نوشته دوباره راجر پنروز. و میتونید مقالات مکس تگمارک رو بخونین. مکس تگمارک البته اپروچش خیلی فرق داره ولی باز میتونید اون رگه های بحث های محاسباتی رو توی کاراش ببینید. از آدمای دیگه که الان یادم میاد، دونالد تافمن که همون ابتدا اشاره کردم و جولیو تونونی واقعا کاراش مهمه. اگر بتونید مثلا مقاله Integrated Information Theory جولیو تونونی رو یه نگاهی بکنید، خیلی میتونه کمکتون کنه به بحثی که من الان کردم. خیلی عالی، ممنونم، سپاسگزارم. فکر کنم پرسیدید که من عذرخواهی میکنم، فکر کنم یادم رفت یه سوال دیگه هم داشتید که نمیدونم، فکر کنم جواب دادم. حالا بله گفته شد، چون من پرسیدم در نورون ها چه اتفاقی میفته، چیزی که متوجه شدم دقیقاً همون اتفاقی که توی کیوبیت انگار میفته. بله دلیل شما ارتباطش میدید. بله در واقع ببینید راجر پنروز و استوارت همروف که متخصص بیهوشی ادعا میکنن که همه بخش فعالیت مغز مربوط به خود نورون ها نیست، بعد که زیر ساختارهایی از اونها به عنوان مایکروتوبول ها در مقیاس کوانتومی دارن فعالیت میکنن و اونان که موجب آگاهی انسانی به شکل دو مؤلفه کوالیا و اختیار میشن. مرسی، ممنونم. من سعی میکنم این مواردی که شما گفتید اگه پیدا کردم با اجازه دوستان تو گروه بذارم و شما هم اگر اسامی رو ما ممکنه اشتباه کنیم برامون بفرستید ممنون میشم. مرسی. حتما من تو گروه اینا رو میذارم. حتما. ممنونم. بسیار ممنونم. اتفاقا داشتی اینو میگفتید، موضوع من اینم بگم اولا تا آخر وقت بچه‌ام ببندیم اگه صحبت دیگه نبود. داشتم به این فکر کنم که اون چیزی که گفتی، اون مشاهده‌گر جنس مورد مشاهده رو تعیین میکنه و کی، یادم افتاد به اون حال و اکنون و اون چیزی که فرید گفت که اصلا همین نشست ما رو معطوف کرد از یه جای دیگه انگار رو برد یه جای دیگه. یعنی تو این واقعیت که ما هستیم ولی این اکنونی که ما میتونیم تجربه کنیم میتونه متفاوت باشه و اصلا یه انگاری ما رو جابجا کنه تو زمان. یه همچین حسی بهم دسته. حالا دقیقاً اتفاقا یک الان باز خوب شد اینو گفتید که من
یادم بیفته اینو بگم، یه نظریه بسیار جالب و عمیق، اصلا بهش سطحی نگاه نکنید، به نام کیوبیزم هست. نه اون کیوبیزم نقاشی ربطی به اون نداره، اسم شبیه کوانتوم بیزیانیسم، مخففش رو میگن کیوبیزم. اینو یه در واقع فیزیکدان آمریکایی داره، اینو در واقع مطالعاتش جلو میبره. اگر شما راجع به کوانتوم بیزیانیسم نگاه کنید خیلی جالبه. اون میگه ما در یک پلوریورس زندگی میکنیم. آخه یه سری تفاسیر مکانیک کوانتومی هستن که میگن ما در جهانهای موازی زندگی میکنیم، اونا میشن اورتیان ها. این نمیگه ما در جهانهای موازی زندگی میکنیم، میگه ما جهانهای موازی رو میگه پلوریورس به جای یونیورس، چند جهانی از نوع سابجکتیو. ما جهانهای موازی رو خلق میکنیم با نحوهی که خودمون انگار ما یه نماینده آگاهی دارای آگاهی هستیم و از مکانیک کوانتومی انگار به عنوان یه یوزر منوال داریم استفاده میکنیم برای ارتباط با دنیا. به عنوان خیلی جالبه، در واقع چندگانگی واقعیت رو نشون میده و اصلا درک ما از واقعیت رو میریزه به هم. اصطلاحی که براش دارن میگن واقعیت مشارکتی، یعنی میگن ما به عنوان نماینده‌های آگاه هر کدوممون به نحوی به این جهان نگاه میکنیم و به رویدادها نگاه میکنیم، برآیندش میشه چیزی که واقعیت داره. و این حالا اگه تونستید حتما راجبش مطالعه کنید، خیلی نظریه عمیق و جالبی هستش. زنده باش، ممنون از توضیح خیلی عالی. بچه‌ها دمتونم گرم اومدید و بودید. دوستانم منم خسته نباشید. خیلی تشکر کنم، تو این شرایط من فکر نمی‌کردم مثلا مخاطب داشته باشیم. خیلی خوشحال شدم که دوستان اومدن. بازم به امید اینکه ایرانمون همیشه سرفراز و سربلند باشه. باز اگه سوالی هست من در خدمتم. اگه زنده باشید، دمتم گرم. سلامت دوستان همگی خسته نباشیم. آذر جان دمت گرم، خیلی محبت کردید. فردا شبم بچه‌ها خدمت دکتر عباس سوری هستیم. حالا عباس خودش هم از بکنم امکان صحبت نداره، ولی فردا شبم خدمت ایشون هستیم. یه نشستم با ایشون که اونم فکر کنم جالبه. نمالی. تندرست باشید. قربان شما. من خداحافظی می‌کنم. زنده باش. فقط یکی از بچه‌ها فکر کنم حالا اف، من اسم کامل تو ازما درست میگم؟ بله قربان. بهم بگو لطفاً. جان سپاسگزارم از شما، از آقای دکتر. سلام. من فقط یک پرسش کلی میتونم اینجا بپرسم چون وارد جزئیات نشم. خیلی از حضار ممکنه که مثل فرید جان باشن و جنبه ریاضی برشان خسته کننده، اما میتونین خبر خوش بدید یا ناامید کننده که با حتی رویکرد کوانتومی چه مدت زمانی دیگه فکر میکنید میشه چیزی مثل اون آگاهی یا حس، اگه بخوایم بیشتر بریم، رو به هوش مصنوعی داد؟ ببینید اینجا باید ازتون اجازه بخوام که بهم بگید عقیده شخصیمو بگم، چون بالاخره من نمیتونم بگم عقیده شخصی ندارم. تهش وقتی آدم دنبال علمم که هست بالاخره یه ته‌نشینی میشه، یا اینکه چیزی که دانشمندا دارن میگن کدومش رو خدمتتون ارائه بدم، بگید که من بهتره بگم. اگه نظر خودمو میخواید. بله طبعا نظر خودتون مهمتر خواهد بود. البته من واقعا نمیتونم خودمو صاحب نظر بدونم، ولی حالا با اجازه شما. ببینید به نظر من هیچ وقت به خاطر اون قضیه ناتمامی گودل که خدمتتون عرض کردم، هوش مصنوعی به آگاهی انسانی نمیرسه به این معنی که ما میتونیم کوالیا داشته باشیم. اما نمیتونم نفی کنم اینو که اگر کوانتوم کامپیوترها پیشرفت کنن، مثلا ظرف فکر میکنم 10-15 سال آینده، نمیتونم اینو نفی بکنم که این احتمال هست که هوش مصنوعی در واقع کوالیا رو تجربه کنه و اختیار رو. و البته صادقانه باید بگم که من دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی خب دوست داشتن و دوست نداشتن من هیچ ارتباطی نداره و ممکنه اتفاق بیفته. حالا راجع به دلایلش میتونیم نشستهای دیگه داشته باشیم، صحبت کنیم. واقعا وقت نداریم الان که بخوایم، وگرنه من در خدمتتون بودم که توضیح بدم. بسیار سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. ممنونم ازت. بسیار خوب دوستان، وقت همگی خوش، شبتون هم بخیر باشه.